به نظرم این صحبت تا سالها قابل دفاع هست که آقا فدا نکنید سلامتی خودتون رو فدای این که زودتر به یک چیزی برسید نکنید. ورزش صرفا زیبایی اندام نیست. قراره که ما ورزش بکنیم که طول عمرمون بیشتر بشه. قراره که ورزش بکنیم که اگه امسال لاغر اندامم سال دیگه خوش هیکل باشم، به شرط سلامت بدن. یعنی محوریت ما از این ورزشی که داریم اینجا هرسشو میخوریم من واقعا غیرتی میشم روی این موضوع، اینه که سر وقتش به نتیجه برسیم. این خیلی مهمه. با یه مثال از خودم برسم به سوال بعدیم که یه شاگردی داشتم اومد گفت که من میخوام اردیبهشت ماه که مثلا شروع تسکیری های فوتباله توی پیک خودم باشم، توی لول بالای خودم باشم. خب گفتم اوکی، من یه جوری برنامه ریزی میکنم برای توی 6-7 ماه آینده که شما آخر فروردین دوره تیپرینگ و همه رو گذروندی و بری تو زمین، اصطلاحاً اینا طبیعیه، عوامل طبیعیه، بری تو زمین به قول فوتبالی زمین شخم بزنی. خب بعد یه همچین صحبت کرد. بعد جلسه سوم چهارم اومد گفت گفتم که بله عزیزم، گفت که میشه به جای آخر فروردین من اول فروردین به اون پیکه برسم. گفتم که چطور؟ خب 1 ماه تو لول بالا باشم فلان بهمان. یکم تعجب کردم، گفتم آقا نکن، میشه میدونید طرز تفکر به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که مثلا شمایی که 100 روز دیگه المپیک داری، اگه 50 روز دیگه پیکت برسه، خب این 50 روز چی میشه این وسط؟ اگه این 50 روز بخوام همچنان به تو محرک بدم که میرسی به اوورترین میشه قشنگ. آفرین، آسیب میبینی. اگه بخوایم رها بکنیم که از اون پیکت میای پایین، من مربی باید اینجا چیکار بکنم؟ حالا سوالی که من از شما دارم اینه که شاگردات معمولا چه انتظاری ازت دارن که فکر میکنی معقوله؟ یعنی غیر معقولاشو کاری ندارم، خب غیر معقول خیلیه، چند تاشو برامون بگو. ولی اونایی که فکر میکنی یک مراجعه کننده باید به عنوان یک شاگرد یا کسی که پیش شما اومده یه سری انتظارات درست و معقول باید داشته باشه، به نظرت اینا چیا میتونن باشه؟ خب اگر که ورزشکارای قهرمانیمو بخوام مثال بزنم، توقعشون اینه که حالا 100% نه معقوله، یعنی نمیذارمش توی رنج سیاه و سفید، رنج خاکستری رنگ تقریبا، اینه که توی جلساتی که برای حالا اصلاح تکنیک یا حالا اصلاح اون آسیبایی که دارن میان پیش من تمرین میکنن، صرفاً به خاطر همون چند جلسه و همون چند ساعتی که در طول هفته واقعاً قابل چشمگیر نیست اونقدر. خب میخوان صرفاً طی مثلا 3 ساعت 4 ساعتی که در طول یک هفته تمرین کردن نتیجه بگیرن، در حالی که من براشون کاملا به تفصیل توضیح میدم که شما علاوه بر این جلساتی که پیش من اومدین ملزم به این هستین که یه سری تمریناتی رو توی خونه یا مثلا توی روزا، حداقل روزایی که باشگاه دارید و دارید تمرینای مثلا والیبالتون رو انجام میدین، تکنیک دارید تمرین میکنید، مازاده برون 1 ربع تایم بذارید این حرکت‌های اصلاحی هم که من بهتون گفتم اجرا کنید که زودتر به نتیجه برسید. اصلاح تکنیک دیگه، اصلاح تکنیک یا حتی ورزشکارایی که آسیبای مثلا مثل رباط صلیبی، نمیدونم گرفتگی‌های کمر یا مثلا آسیبای روتیتور کاف از این قبیل دارن، اونا رو انجام نمیدن و یه خورده ریزنبل نیست که توقع اینو داشته باشن صرفاً به خاطر مثلا 3 یا 4 جلسه تمرینی که برای اون اصلاح حرکات اصلاحی اومدن پیش من یا مثلا بدنسازی باهاشون انجام دادم، سریعاً مثلا طی 1 ماه این قضیه جمع بشه و بتونن برگردن به حالت قبلی خودشون. ولی اون توقعاتی که میگید مثلا منطقی به نظر برسه این هستش که مثلا قدرتشون افزایش پیدا کنه. خب یه مقدار چالش‌های خاص خودشو داره، چون که ما گاهن مخصوصا برای بحث نوجوانان نمیتونیم از یه حدی بیشتر بهشون لود اعمال کنیم و مجبوریم با طیف گسترده‌ای از حرکت‌ها که حالا
خوشبختانه به سبب همین فیزیولوژی ورزش یادش گرفتم یا توی همین سورس‌های مختلف باهاش مواجه بودم، به واسطه همون حرکت‌های پیچیده‌تر این قدرتی که مد نظرشون هست، حالا چه قدرت دستشون باشه برای موقع اسپک زدن، چه برای جاگیری‌ها، چه برای چنج آف دایرکشناشون، سرعتشون، اینا میشه گفت جز درخواستای معقولشونه. ولی خب برای اون دسته‌ای که آسیب دارن و تمرین و فقط اکتفا میکنن به اون جلساتی که پیش من میان و خودشون مجزا تمرینی ندارن، آره. یه مقدار خارج از منطقه. خب دقیقا همینه. و نکته‌ای هم که هست من اینجا اضافه بکنم، یه انتظار معقولی که باید وجود داشته باشه از همه مربی‌ها اینه که مربی‌ها موظفن پایش بکنن دقیقاً شاگرداشون رو. یعنی باید شما اصطلاحاً اینجوری بگم، حالا مانیتورینگ و پایش یه معنی میده، یعنی اینکه آقا به قول شما اگه قراره مثلا شاگرد من از من توقع داشته باشه که من قدرتش رو افزایش بدم، این باید ببینه دیگه، اینو باید لمس بکنه که قدرت من افزایش پیدا کرد. حالا این قدرت، افزایش قدرته میتونه توی اسپک زدنش باشه، میتونه توی این باشه که بعد 1 ماه برنامه بدنسازی که من بهش دادم برسه سینه 10 کیلویی رو کرده باشه، آره 15 یا 30 کیلو که اینا راحت میزنه. این یعنی چیه؟ یعنی که سیر پیشرفت ما داریم طی میکنیم دیگه. و خب این انتظار معقولیه و به نظر منی که اینجا نشستم، این نباید اصلا انتظار باشه. این باید دقیقاً وظیفه مربی باشه. یعنی اصلا در قالب انتظار نیست. این از بس که وظایف مربی توی این زمینه کم کاری بوده خیلی وقتها، به چشم انتظار دیده میشه. دقیقاً. بذار اینجوری بگم، یه دوستی داریم چون میخوایم بک‌گراندی بدم بعد بریم. یه دوستی داریم، حالا خیلی من اینجا ازش یاد میکنم، آقا سعیدو. هفته یه بار زنگ میزنه میگه که بیا بریم کوه. بعد هر بار حالا یا شرایطش فراهم نمیشه یا به یه بهونه‌ای میپیچونه. آره میپیچونم آقا چرا نمیشه تعمدن. آره گاهی اوقات، ولی خب واقعا بعضی موقع هم نمیشه، چون الان مثلا 3-4 روز در هفته مشغول شاگردم و فلان و اینا. آره یوتیوب هم هست. کوه خوبه یا نه؟ عالیه. چرا کوه خوب؟ من واقعا احساس نکردم که کوه خیلی خوبه. خب چرا خوب نمیبینیش؟ نه اینجا من فقط سوال میپرسم. ببین آخه فوق‌العاده است، هم میری اونجا تمرین کاردیو به حساب میاد، هم یه جورای مقاومتیه، داری شیب میری، هم چی میگن اکوتراپی میشه، اصلا چی میگن حکم طبیعت درمانی رو داره واسه. از هر لحاظ، از هر جنبه نگاه کنی باحاله، خوبه، اوکیه. من اینو بارها گفتم من بزرگ شده کویر زیاد رفتم، بعد خدمت شما آرزم که دریا، کوه، ولی هیچی واقعا جنگل نمیشه. یعنی من ترجیح میدم که صبح پاشم برم شمال ایران جنگل تا یه پاشم برم مثلا کوه صفه. برای همین خیلی سختمه به نظرم. ولی هر کسی که مداوم کوه میره نمیتونه دل بکنه. آره دقیقاً. ببین حکم همون دراگی رو داره که اول صحبت گفتم، واقعا همین پانچ لاین زدی. آره بعد پانچ لاین دیس داره به صحبتای من، چون حالا توی اپیزود قبلی گفتم که چرا دراگ استفاده نکنم، ولی واقعا دراگ ورزش، واقعا دراگ، یعنی حتی میتونه جایگزین دراگ هم بشه کاملا به خاطر اون مزایایی که داره. و ما این قول از شما اینجا میگیریم که چون حالا توی صحبت‌ها خودت نگفتی، ولی خانم احمدی از لحاظ آکادمیک بسیار شخصیت پر و قوی هستن، سلامت بشین. پر واضحه که
تلاش میکنیم از ایشون بیشتر استفاده بکنیم توی پادکست هایی که قراره داشته باشیم. سلامت باشین. و حیطه تخصصیشون هم توی عمل کردی ها فیزیولوژی کاربردی میشدین دیگه. آره موضوع پلیومتریکه که خب اصلا خداست. آره چقدر چیز عجیبیه. من دیشب داشتم یه سری مطالب آماده میکردم. خیلی حس باحالیه. شما هر دری که توی ورزش وارد میشی یه اقیانوسی جلوت باز میشه. واقعا مثلا من دیشب میخواستم یه موضوعی راجع به قدرت صحبت بکنم، بعد داشتم فکر میکردم خب قدرت ما بخوای بگی یه هماهنگی عصبی عضلانی تاثیرگذاره، بعد باید ریت کدینگ توضیح بدی، بعد باید فراخوانی واحد حرکتی توضیح بدی، بعد اصلا یه دنیاییه، یه فیزیولوژی جداگونه دقیقاً میشه واسش تعریف. هر کدوم از اینها هم بعد یه دریاست، یعنی اصلا چیز داره. و یه مثالی هم میزنم، میگم بدن انسان، اینو سعی میکنم تو همه اپیزودها بگم که بدن انسان اینجوریه که از میلیون پیچ مهرهای کوچولو تشکیل شده که هر کدوم از اینها توی ورزش مورد بررسی قرار میگیره از لحاظ آکادمیک دیگه. شما مثلا مخصوصا بحث فیزیولوژی دقیقاً مثلا یه آنزیمی رو اندازه‌گیری میکنیم که مثلا از بیرون هر کی نمیگه بابا این یارو دیوونه است، مثلا چرا باید به این اندازه‌گیری بکنی؟ ولی خب تاثیرگذاره دیگه. همین ریت کدینگ توی قدرت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، مخصوصا زمانی که شما میایید قهرمان پرورانه به این داستان نگاه میکنید دیگه. یهو مثلا یوسین بولت میاد رکورد میزنه 9:58 اگه اشتباه نکنم، مثلا یکی پیدا بشه 9:58 بکنه 9:57 رکورد دنیا رو عوض کرد. آره در صورتی که 100 ثانیه است، خیلی نیست، ولی 2 میدانی ورزش 100 ثانیه است. آفرین. پس اینو می‌خواستم بگم که این قول از شما میگیریم که جلسه شما رو تحت عنوان پلیومتریک داشته باشیم. ممنون میشم. مرسی از این که وقت گذاشتین، تشریف آوردین. مرسی از شما و همه زحمتاتون، از استودیو گرفته، از آماده کردن این حجم از سوالات گرفته و از همه چی. سلامت باشین. امیدوارم که شروعی باشه برای اتفاقات خوب. حتما همینطور. واقعا جدای از هر موضوع و هر هدفی شروعی باشه برای یه سری اتفاقات خوب، چون جامعه الان به نظرم دیگه جامعه آگاهی محوره. صحبتی که میکنیم توی رشته خودمون توی فیزیولوژی ورزشی باید علت و دلیل بیاریم، چون واقعا داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی توی آکادمیک ما داریم برای هر سیستمی، اولین سوالی که از من وقتی حالا شما هم همینجوری بوده دیگه، تز پایان نامه‌مو اعلام کردن، از اولین سوالی که ازم پرسیدن گفتن تو مطمئنی این تمرینی که طراحی کردی اثرگذاره؟ چرا فکر می‌کنی تمرین میتونه اثرگذار باشه؟ یعنی از لحاظ آکادمیک باید یک سری توضیحاتی رو داشته باشی برای اون چراییه، دقیقاً، که بعد بتونیم با قول گفتنی برای کل جامعه استفاده کنیم. خیلی ممنون، زحمت کشیدین و بخشید که پر حرفی از جانب من بود. شما مهمان بودی و بعد بیشتر صحبت می‌کردی. نه عالی بود. منم از صحبتاتون استفاده کردم و با توجه به اون بک‌گراندی که از شما میشناسم و طی این چند سال در جریان پروسه تز ارشد و قبولی دانشگاه و فارغ التحصیلی و همه این داستانا بودم، مطمئنم این چنل آینده فوق‌العاده‌ای داره و از آقای دکتر رستمی میتونیم چیزای خیلی زیادی یاد بگیریم در کنار هم. امیدوارم که بهتر کنیم. همین. خانم احمدی خیلی شکست نفسی میکنه. شما گوش ندید. موفق باشین. بدرود. خدا نگهدار.